برای شما یکم آره دیدی دل همه گاو با ما سوخته سمی دختر غم نتن میگم ای گاو بی ما گفتم من گاو شاخدار میترسم در وقت ترسیدم با شاخدار بردم من رفتم بنا میخدا سرخ اکای بردی نزنه تا با نه مرا بزنه مرا بگی بکره نزنه بگذار مرا بزنه جبیو خشتمانی مرا میگفت که نختک نمیدونم برای چی هم تری میگفت با تیار کردن دو تپک بهایش رو دو میمونیم و میگذاریم و بخشیم بچه اگه گاو بریزگرد نکردم دستمانم خرید خودم تیار کردم و من رفته ماندم مایلیت من نخستم آمدم کارای بمزه کردستم سلام و باز هم سلام با همه تماشابینان برنامه های کانال پیشصف. شما گفتید که برنامه های بانوی پرهنر هرچی بیشتر پیشنهاد شود آماده شود ما گروه ایجادی کانال پیشصف عزم گرفتیم که تا قدر امکان در یک ماه یک مرتبه و دو مرتبه این برنامه رو منظور شما بگردانیم. باز برنامه نوبتی بانوی پرهنر یونیورسال لیدی پیشنهاد شما میگردد. با یک بانوی بسیار زیبا و قشنگ چند است که میخواهیم این برنامه رو تعرضی کنیم و نصیب همین روز بوده است. آسیه یک بانوی هنر، یک هنرمند بسیار ممتاز و زیبا با چهره زیبا در برنامه یونیورسال لیدی استقبالش می‌کنم. خطلانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب و خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم. سلام علیکم. چخیل شما آسیه بانو؟ رحمت سلامتی ها است؟ همه تینج؟ خوب؟ زور؟ پروست شک. میدونی که یکون چویگشتک رفته سه یا خودت چویگشتک داری به همین مانند؟ شاید طرف کامیرا ها میگردیم. آسیه اولین اشتراکچی ما است که با این قدر یک جذابیت با این قدر یک پیراهن بسیار شیک و زیبا کالیودا گپ نیست. مبارک شود. نیک شود. مبارک شود. زیبیدای باور کنید. خب من به علاقه با تماشابینان کانال پیشصف گفتم که ما خیلی چند وقت شد که میخوایم با آسیه همین برنامه را تعرضی کنیم و نصیب و تقدیر همین روز بوده است. ببینید که در چیله زمستان با اشتراک آسیه چخیل یک هوای زیبای بهاری کرده است نه؟ این از چی درک میتید؟ گفتم که دختری با پای قدم دختری با پای قدم میبینید تا آخر برنامه را میبینیم. ما با آسیه بسیار هم بناز و تناز و زیبا از دوشنبه آفتابی با یک دهه زیبا میرویم و آسیه آماده است که کار برو را بکنم. تیاری؟ تیارم. ویری نه ها بگو. خوبم ما رو هم سفر باشید بهترین لحظه ها رو در برنامه یونیورسال لیدی با اشتراک آسیه ببینید. آسیه جان بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما خوش آمدیم به اتومبیل زیبا شما. آباد باشه. ماشین نو خریدید؟ اجازه این سوال دادن؟ نه شو. اجازه برای که ما فقط میشنیم شروع میشود از اتومبیل های شما. سال 2024 آغاز سال همه خیلی بود که همه هنرمندان ماشین خودشون رکلام میکردن و میموندن خیلی لیکن ماشین شما را نودیدم راستی گپ. در ویدیوتون دیدگی بودم با فیلم های دیگر اینجا بر بود نه یا کمی بود؟ نه وای دیگر اینجا بود. و دیگه بود. اینش دیگه؟ اینش دیگر. هیک نه میگذاریم. وقتی که اومدید من فکر کردم که شاید به یکون معرکه میرویم با ثبت برنامه نه یکون معرکه یکون تویا یکون چورابینیه. نه بو راستی همین فستانی را دوستی میدارم. دوست میداری؟ کمتر موزیک را پس ساعت اینجا خودت بسیار دوست میداری که لباس ملی ببر کنی؟ آفرین بهترین. نه که ایست پس کوشش میکنم که دیگه هم خیلی لباسای وای نپوشم. لباسای اروپایی آرمینی نپوشم من نمیزیبا. تاجیکی ها؟ تاجیکی را دوست میداری؟
بسیار خوب لباس های ملی در فصل بهار با ترانه های زیبا فکر میکنم بسیار خوب میشه نه آمادگی چقدر است برای جشن های در پیش ایستاده آمادگی ها نه مقصد که ترانه ها سرود های نو است اطراف یگون تیاری دیدستم سختی بد نه سختی بد چند وقت شد که کارهای قشلاق نکرده مثال گودوشی و خمیر و فطیر و تپک و دیگر کار را اگر خطا نکنم خیلی ما در قشلاق زندگی نمیکردیم ما در شهر زندگی میکردیم اول خب قشلاق همه مهمانی میرفتیم خونه خالم مامام تقام شما میرفتیم کودک بودم صنف 3 4 بودم بعد میرفتیم در اونجا یگان کاربار قشلاق میکردم سخت حوض میکرد نمیموندم مجبور میکردم کاربارا دیگه بعد شوهر کردم در خونه خسر خشتمانم و در حولیگی که زندگی میکردن در خونه خسر خشتمانم گاو مال داشتن گاو مال داشتن نه که من نمیرفتم طرفی اوغل چی با برای که من صنف 4 بودم من خونه خالم رفته بودم بعد خدا اومده بود بعد خدا اومد حولی دادر اومد همه گاو سپند گاو در اومدن یک گاو شاخدارم خیلی طرف نگاه کرد ای همو وقت ترسیدم ترس دل دادرون دلم در اومد تا با حاضر ای سگ نمیترسم ای گاو میترسم نگاه کن نوستیا خونه خسر خشتمان همین است که او فرق نداره تا گاو مول میترسی نمیترسی همچون کلیم باید که اجرا کنی ما دو کلم بودیم خشتمانی ما مرا میگفت که نختک نمیدونم برای چی هم تری میگفت فقط او اوقات تو میکنی او کلنی یکم خودش قشلاق بود گامال دستی بود و فقط او نمی اوقات را میکردم کارباری خونه را میکردم خیلی کارو میکردم گامال نمیکردی اگه مقصد گفتنی هستی که گواه یکم بار میدوشی در برنامه با خدا که اوه نه که کوشش میکنم که یکم برده چه خیلی میشته باشه بازی من خواهش میکنم که یگان گاوی پیش ده را بیارن یگان گاوی همه خیلی با جهله که چی میگن چوجای گلابا ببینده انشالله بیا نیت نکنیم میریم یگان گاو ما همین یگان گاوی خوب بیابین بجوشماش یگان شیر برینجای گرسوزای به همون شیر تیار به همون شیر تیار کنیم بخریم خزیم بیایم به نیت نیک داوی دست زدن نکرد چی نکنیم وقتا تافکف میشم تو اونجا میرم من هم قیز زدن میترسیم من نگاهی بزه میترسیم من باز زدن بسته ایت نگردم اوه بسیار ارکه کلون شدگی نه یا من ارکه کلون نشدم میگوی نگاهی بزه میترسیم اکا چه میگه که تو بسیار ترما ارکه بد کدگیم ترما بسیار ارکه کلون کدگیم من نمیدونم من ارکه گیره ندیدم بگو یک یاد نداری ممکن یک میگه که دختری چی بودی؟ کپریز نی یک راو باید تو گپ دست راست میگردی؟ نه بله باید تو گپی خطا بگذارونی گپی تو بشوه همخری تو عذر همخلی تو حال دخترکت کلان شوه بعد میفهمی میگه بعد میفهمی مادریش چیه بعد خونه خلا میرفتیم خونه تاقا میرفتیم کودکو جمع میکردم در پیش میگرفتم یا چورا میگرفتم میکروفون نکردم در پیشون میخوندم رقص بازی میکردم میومدم بچه خودم زده میبردن شرمنده واقعی دستم شخونم برا میگفتم که نه یس نگدکم افتماس بسک یا یکم چه میرم با ما میام خیلی میکردم با بچه میگفت که چی کنیم مقصد چی میخوای بشه با من میگفتم که میترسیدم سخته یا چم میترسیدم نگاه میکرد من میدونستم که اوچم چی گفته است مرا و میگفتم که خیلی اوچم مرا میفوره که من حافظه شم اوچم گفت چی حافظه نمیشه دیگه سری همون شد چی نگفتم خواب کردم در دلم گرفتم نه که روز ساعتش اومد من کاری خدمت کردم با شده سراینده شده با همون خاطر من میخوام فرزندام هر چی که دوست میدارن کسبی که دوست میدارن من انتخابشونه نه نگم من بگم بچم که به مراد مقصدشون برسن یا که کسی را که میخواهن بگن امیره من میگیرم بتن خیلی نه که گپی من یک تا باید امیده زن شد گویا برای سراینده های ما موت شده است که بیشتری آنها برای
بچه‌های بله راست برای بچه‌های غرم سرود میخونن و از جمله شما هم برای بچه‌های غرم خواندگین. اگر مخفی نباشد این سرود برای کی است، برای چی است، چه خیل است، چه خیل پیدا شد، تولید شد؟ راستی مخصوص برای یک آدم نیست سرودی ما. خب برای همه مردمی سربلندی، برای همه مردمی سربلندی غرم، برای همه مخلصایی که ای طرفی غرم مخلصای منه، برای هوایای نه که مخصوص برای یک دوست بهترینم و نزدیکی انشالله میخوانم یک سرودی. ولی خیلی میخوانمش بعد سورپرایزه؟ بله بجایی و زیرا؟ بجایی اینک قریب شدیم به او مکان ثبت. امیدوار هستم که با اشتراک خودت یک برنامه بسیار زیبا می شود. تماشاگران عزیز، هواداران کانال پیشصف، با کانال ما ابونه شوید، بهترین لحظه ها رو تماشا کنید. ما در یک ماه یک یا دو برنامه پخش میکنیم، زیادی بعد نه. به همین خاطر به ملال ابونه شوید. زنگولچه را اگر پخش کنید نمیشه، با خاطر که ما زیاد شما رو با صدای زنگوله غم نمیدهیم. در یک ماه یک مرتبه یا دو مرتبه با برنامه های بسیار زیبا و جدید شما را آگاه میکنیم. ما رو همسفر باشید، بهترین لحظه رو با ما ببینید. یونیورسال لیدی رفتیم. سلام علیکم. یک بار دیگه بیا. خانه شده دهی جنگل آباد 4 جماعت دهات گلستان. مرحمت. بسم ای سر میدرم. چی با؟ موی سرم پیشی بد اومد. رفته. باری سیوم است که میدرویم. دو بار رپتیت سبود نه؟ التماس. دو بار رپتیت سبود باری سیوم دا میدرویم. السلام علیکم. با اجازت شما تقوی سلامت باشین. بیا. خانه تری تاجی کنه دورای پیش. ها؟ رنگ خانه خالمه. به حد خشرو. بسیار خانه داری خشرو. دوستان عزیز، ما رسیدیم به موضع درکاری با یک خانه بسیار زیبا و تاجیکانه. چون همیشگی البته 5 دقیقه وقت میدیم، پیراهن کاری را ببر میکند و شروع میکنیم به کارهای دیگه و البته تا آماده شدن آسیا من 4 مصرع شعر زیبا برایش آماده میکنم. بشخی ما کم الهام اومده سده از دیدن خدا، الهام ایجادی. بله. و اینک دوستان عزیز، بعد از 5 دقیقه آسیا رو با پیراهن کاری تماشا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انم دست راست. خطوانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم. بیا ببرم. بیا برو. تیار شدی؟ 15 منوت وقت کشید میدونی ها؟ خدا. بسم الله. در 15 منوت من شعر تیار کردم. کاوچه کنم ببین. ما زحمت کشیده شعر تیار کردیم، نمیگه که کو گوش کنم. هزار رحمت. ای آخه کاوچه نمیدیدم، حیران شدم، خرسان شدم. خیلی دهودم، خیلی مردمش صمیمیتش بلنده. شاکر شدم برایم که گوش کنم شعر خطت تیار. میگم که آسیا گلی گندم، قاشی سیاه تگردم، کارا را خشرو بکن تا هر گب نگم مردم. با جان دل. عادتا اگر اهمیت داده باشی مردم میده صبح حتی خوچان نهاری نکرده یکم چاروای خونه را تامین میکنن با خوراک. یعنی که از یک گاو است، همون گاو باید که خوراکش میدهیم در بخش اول، در بخش دوم میجوشیم شه و در بخش سوم بعد هم خیر رفتن میگیره. تیاریم؟ ما میبرویم بالای جا
ای بالا کی میبرویه؟ تو کنش نه برای چی ببروم؟ با میبرو جا کارا میگیرم میریم گفتم ایتا کو؟ اون نمیشه داز میبروی بسم الله الرحمن الرحیم این رخش رو تر نمون یک کس نمون قبل نه نه سوزای یکی بغلتا بسم الله الرحمن الرحیم مگرم همون کودکی ها من یاد آورده بود خب یک درزه را میگیریم میاریم میبریم گودم میتیم یک درزه را؟ آیا میجا همه خیلی بگیرم نمیشه؟ نه برو جو درزه مایده تر است سوزه بالا ببرم؟ برو پال نی برو این هم میره بگیرم بفرام ابراد نمیشه و میتونی این نه کلون فری بعد اوجه مایده هست این هم میره مثلا ها میشوه کاکرز برای گوبای ها میشوه گوه بتیم با خفه نشوم اوقاتی با مزهش بتیم که ما نزنم بگن که پاره سنگی بخورا را او کدن پارهش بتیم میرو باید پرامدنی مرا سیمکا که بخدا سیمکا میکنی؟ سیمکا اما چی اینجا اونلاین میره اینجا اگون چی باید است که اینجا شد سیمکا که اینجا شد نکه میرم برای یک دختری قدر قد و بسداری چیه؟ هیچی چی؟ ای گاوا بی ما گفتم من گاوی شاخدار میترسیم در وقت ترسیدم با شاخدار آوردم گاوی به شوخ دکجا هیچی نمیگن بسم الله یکون گاوی میزدگی ندارین نپا؟ تو چی میخوایی ای من؟ نه یکون میزدگیش نیست ای قصد داره خودت بزن ما گوده خیلی قدر قصد داره اوخ میگه گاوی شاخدار میتر گاوی به شوخ دکجا اینا نگاه کن در پیشش مانم ها؟ اون ترلکش دیدیم یکی مرا میشتوسه پیش مامانست ترلکش در برمون با خدا؟ با فکرم گشنه های در پیش یک دنیا ترید مونده انا آفرین انا کساتلا میارم بخش اولی برنامه ما از خوراک دادن چاروا و جوشیدن گاو شروع می شود. مرا همسفر باشید. آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. پاشخش رو نمونده اینه کیازی. پاشا چت کم موندگیه. تپا تیاره پاشا. بسم الله الرحمن الرحیم. من یکم برای میکنم. آی زور کو. اوه. خب مالادیس. نداره بیچاره شیر شجوشی دایان سحری. نه داره رفته. دیگه نداره. رفته. مرا غم نتیمت دهالی. هم اوقاتوی با مزه میارم که ترشتت میارم. نه پوچه رخشو کده ایست. بسه. من تا نیستم. نه امورا نرمالی بود. شوخی چه جوشته؟ اینجا داولی یک دنیا کار داریم. تا نیستم. ایرا سحر جوشیدگیان دیگه شیر نداره. نه داره اون طرفتون. نه برای باید بر وقت بیم. اون طرفش من نوککش نگه کردم به فکرم چی یارای داره. یگان یارا نداره. نه نداره رفته موری. ای چند بار میرم پیش میام گوناگه مرا مزاق نه رفتیم گو خشو تیاره برای جوشتن بید درجه پاچش برام با هیچ نمیگه هیچ نمیگه میگومه دختر نه که بردین جان جوال چند کاری دیگه داره نه رفتیم اوش میدادن در پیشش پیشش با همون شدگی هست نه یا پیش تو چیزی میخوای من نمیکنم دیگه که دختر کامیرا چی پیش میاد نه کامیرا چی گوه ریاکس گوه نه که ریاکس گوه ما میفهمم اورا بیورا ترسونده سکی مرا ترسونه نه وای ریاک خوردنی گوه کروبنی پلان گرفته سید بس شایخی نخو همی گوه بیسر بعد نه دهانی گوه صورت ویدیو کردی شما عقیب ره نکم ایرا میج عقیب ره توی رولی عقیب ره بره رفته بسم الله الرحمن الرحیم انا اجازه داد رفتیم نه راست مرا میگه انا نه پوچه شو از که گردنش ساس شوه انا ساس شد اول بقى بس تلمون نمیشوه
با خدا خودش گاو اوست رفته سایجا ما گناهگار نیستم این بخشم میای رفتیم همین دیگهش من بیو رفتیم نگاه چی با مهر نگاه داره نگاه که همین خدر نگاه های پر مهر امیرت احساس نکدستی ها احساس کدستم آود بتا چی با دولینی ما پس چی تریشتم دست بام لرزیستم دولینی دیگان مایده پس نشده رفتیم نمیمونه آخه همین طرفش نمیمونه با فکرم همین طرفش چی دردی داره یکون در نداره اوسیا جان اول بقه بس تلمون که تل نزنه در بلاد خدا ما تا نیستم چی به کار کدستم رفتیم بس تکبم برامد که همین اکای با اردین بسیار مخلصی همین زدنای گو بوده رفتیم آفرین با خدا نمیمونه پوشه دیدی پوشه یعنی میکنه نرس میگه اینجا ما گناهگار نیستم انم طرف نمیمونه بیا طرف برام خیلی بشین اینجا بیا نه تو که پوچه را بشی رفتیم خودش توخه کافه بشی رفتیم همین تماشا بینان همش آدمایی که گاو مال دارن میفهمن که همین گاو زبان نداره گپ زننه که نمونده سایکو پوشه این گاو اهل دیگه گاو میبود در پیشونی زده بود نمیمونه من نمیکنم همین مرا نال مونین نه ما برای یکم بار داشتم آخی گوش که یکی از بخش‌های اساسی همین برنامه خودت میدونی که میاد ما گفتم تو اوسیا جان جوشیدن در کره گفتی اوکی نه جوشو ما یگام آره دیدی دل همین گاو با ما سوخته همین دختر غم نتن میگم همین جوشید چی کدستن گاو به طرفی ما های ما رفتم بنا میخدا سفسرخش اکای بردی نزنه تبا نه ما را بزنه ما را بگی بکره نزنه بگذار ما را بزنه ایجا بیو آخیران برو همین نمون میزنه میریم نه دختر بخدا تلخ کرد چون دوست بام در رست لرزده هیچ ما خاندت معلومه که چی ساخته کرد ساخته سیخته بنامی خدا نساخته استم در این کار کو در این کار هیچ کس ساخته نمیتونه خچه چی با؟ همه کوشش میکنه که هنر خچه ایشون تنه که من ایشان دادم کو نمود طرفش چی دردی داره آیا همون طرف هم نمونده کم کو ما جوشیدم بیا ما تعریفو تا بک رفتیم چی با مرا در همین برنامه هم خیلی کسی یگام کس هم خیلی نکدی ما همه هم خیلی دستاوید کردیم که هیچ یگام دور میگرفتن ما قپیدم همین چی را وقتا برگو و جوشیدیم با او 60 ما خسمونیم بعد هم کاسات گرد جمعش کردن با نه یکم آی پیش کامراش میکنن دور میکنن تلخه گو کافی گفت چیکار کردین اینجا روز دیگه من برای چی گفتم که این طرف بجوش گوه هیچ وقت از طرف دست چپ نمیجوشن این چپی گوه فهمیدی اینجا برای هیچ وقت اجازت نمیده گوه با چی با قدر کوشش کردی که ما این طرف باید مرا بزنه ما خواستم که دارم پیشونیت یگون پایم گو اینم جگ دا یگون بمونه یگون یه هفته یک ماه بسیار خوب میشه و خیلی بخشواری برنامه با جوشیدن گو با اتمام رسید از طرف گو بسیار به قراری کده سای از طرف دست راست توانست از طرف دست چپ نتوانست و در برنامه ما با طرف دست راست و دست چپ میشه دوستان عزیز این بخش اول بود میگذاریم با بخش دوم دیگر بخش رو انتظار باشید امیدوارم که یک بسیار طبع خوش و بریده نصیب شما می شود با اوسیا با برنامه بانی پرهنر باشید خطلانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل با تو بستم بخش دومی برنامه بانی پرهنر در یک فضای بسیار زیبا جریان می‌یابد حوض کشتی زمستانه این علاقه در تیرمو یک بار پابل شدگی است بفرم که با تراکتور شدگی است اینجا چی شناندگی اینجا با تراکتور وجف کردگی نه اکی بعد آسان‌تر میشه بسیار سابقه یک 2 با 5 پابل میکنی در بخش دوم 2 با 5 2 با 5 در 5 دقیقه با همین با مینوت داره بله مینوت داره همه کار در حیات وقت ساعت معین داره یک خندنده اور مرحمت خیمه ایتاری نمیدونم کدام نکدام کودکی را باید بیار نکدام در رو در قشلاق
بدن تا بیاد بیاد. با فکرم نکردم زلنچینیام دایدم آیا. زلنچیندم. بعد اینا می قلافکا اینونی سیاه را میگرفتم زلنو را میچیندم. در پایانی خانه خالم یه جبورک بود یک کانالچه. در لای کانالچه میشیشتیم. اوزی گوداکو که خودک میخرن کو. امو زلنو را در موبایل اینونی سیاه میمونده میخوردم. اوزی را گوداکو انا که خودک میخرن چون آقام نمیتن رنگی ما. پیشتر پارتو. پیشتر پارتو. طرف پیش. مازاد نه اوخه کرده سس. التیموس. نه بشکی. مرا مزم نبود. من نخست آمدم کارای با مزه کردستم. من دختر شهر شکاده قشلاق رفتم. بعد همه همسایه‌های خسرخشتبانه می آمدن. با سر دیولاکشون پستک بود نگاه میکردن میگفتن کوی چیکار میکنه؟ زنی خشرو رو بورد کاک نمیاولی. بعد کدوم همسایه‌شون رو میگرفته. همه میادن خلکمشون میکرد. خلاص کار میکردم با میگفتم انا دختر شهر ببینین تو قشما میتونین من نمیتونم. من نمیتونم گفتی آی روی گبزه ایست آمده تا نیستم تمام. تو اینجا میتونم هر چه راست میکنی؟ با این پا بلکنی تمام شب برنامه ما. بعد تمام کار میکردی؟ ها بعد یک اوینه ها کمی گرفتم قاشم اسما میکشیدم. چی میخندی؟ آخی راست میگو. فقط قاشم میرفتم اسما میکردم با قاشم با باینه از اکمو دادای باینوش هم میگیرم تمام. ایجاره نمیکنه که بیار میکنه که اینا بیا بابا اینجا دیگه یگان چی نمیرویه مایلی خواهی امی جده شرط میکنه؟ شرط میکنه. بگو یگام تخمی چی دارین؟ ای دوری ساده تماشا داری این میکنه بعد مدد چیش کنین؟ افرمیت ای خیلی وای کنیسیون کاره. اوسیایی که بسیار در چشم من همیشه یک دختر بسیارم کپریزنی از هر یک قدمش ناراضی و دوباره قدم گذاشتن در چشم من همین گونه یک دختر می نمود. نه که من امروز دیدم که واقعا این گونه نبوده است. یک دختر بسیار صمیمی و زمینی و دختری به قبل کارگر. نه واقعا هم خب بخش دیون بود که ما خواستیم که پلی گشنیچ و کراب و سبزوات بسازد. بسیار درست کرد. از نقطه نظر من بسیار ایدئالی است، بسیار خوب است. من بهایش رو در این بخش 5 میگذارم و این بخش دیون بود میگذاریم و بخش سیوم. خطلانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم. بخش سیوم برنامه بانوی پرهنر است. ما در این بخش روزگار در طول 5 سالی 6 سالی که برنامه بانوی پرهنر روی نوار می آید و پخش می شود یگان بار تا این حد تیاری ندیده بودیم. راستی گپ تا تخم آرد آب نمک نخود این قدر سبزوات همه چی تیار است برای یک بخش سیوم. تیار کردنی آش توپه درست؟ حتی بینید دگدام با هیزم ها تیار است در بخش سیوم برنامه بانوی پرهنر. آخه من میبینم هم قدر بس من بوده که خیلی من میگوی قشلاق هم آش توپه میتیم گفتم همیشه چه دادی قدر آدمون بسیار مدگیم صاحب خونه را نامید کردم در خونسته باید نمک دست رایی که رئیس جماعت بچشم. رئیس جماعت کنی؟
نبرم خونو همچون رولی میکسر بازی کردستان چرخ چروق آه شما که برده ایرا کتا رزا میکنیم دخترها نمیدونستگی یاد بگیرین که در دورین آموزش علما باز هم مایده تر رزا کردستم که با اکره بردین تلخه کردشم چکو کسی را برای گل تا کسی شما دونان از دایما گفته تمام که بس این طبق ده بانون مزهش هم میفهمی برکه در پیش از شکراوی بریزم شکراوی بیروغان روغن دار شد رنگ خود میشه و روغن دار شد میگه چه نریزم نریزم یا بریزم زواله ها کم تر سر اومدن تماشابینان از سببی که اکه بردین سختی بس سرسمایی کرد که تیز بکنیم گشت نشیدیم زفترک نکردیم گفته تیز تیار کنیم بخوریم به همون خاطر زولای ما رو نگرفتم و گرفتیم هم خیلی تنک کردیم بعدم خیلی اوقاتی با مزه کردیم یا اشتباه با مزه کردیم نخدار اشکر خوردن سرش کمش کشون سر شد سر کشیدن به مزه شد نشته نیزم کشید خلاص دیگه همیرا باید شام نرس خیلی اگر همی غوصه تنک بینن چه خیلی خوردیان شای دو طبق خوردیان نه ایجا در روز دیگه خیلی نستم دلی و یه خشرو خوردم برای که باید چی دیوم بود برداشت دیوم بود نه خیلی که اوقات خمیره هم قدر میخوری بود چکار کنی باید نه خوردن ایشا بود شکدن ایش شکرونه که الحمدلله اومان در مجموع خشرو نشد که با مزه بوده خیلی شما خطون مرا تعریف کنید دیگه ما برای خما فهمیدم ای اول ایمو گوجوشی ما فهمیدم که یکه بردیم مرا تعریف نکدستای در مجموع خوب هنرش خوب خیلی زوالا کم در غوث اومده گرد هیچ گفت چی با خورده هیچ گفت نداره این بخشم جنبست میکنیم شما لایک و کامنت رو فراموش نکنید نه که در ویدیوش بسیار ویدیو بزرگزار داشت ویدیوش ناقص بودم مزهش کم درک بعد نمکش کمتر بود زیاد زد من شورخرکم برای خودم شور کردم پیش ما خوردم
اینا خیلی که شکراوی را تست کردم کو گفتن شکراوی را چی من تست کردم من تست خور نیستم خیلی من خیلی تست شور میخورم دوستان عزیز این برنامه یونیورسال لیدی بخش سوم بود اویسا اویسا غروبی آفتابم در این دهه نزدیک می شود ما چند بخش دیگر را به قبل اسپید بکنیم برای شما نوار برداری میکنیم بخش چهارم را انتظار باشید دسترخوان نشان بوده بانکای شکراوی اینا چکر نشان بوده چه گذشت چکنه کی واقعا هم چکه همی وقت رکم در با مزه برای که چکر خودت آوردی برای همون چیزی آوردگی خودم خب با مزه کی دانسره شروع گذشته کنی یکی هر توقع هستن اون خالی شده دوستان عزیز بخش دیگری ما رو انتظار باشه خطوانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم دوستان عزتمند بعد از تناول کردن خوراک بسیار با لذت زباله غوث آسیابانو بخش چهارم رو آغاز میکنیم بخش چهارم چون همیشه شغل آنهایی که چاروا دارن گاو مال دارن همون بانوان خنه خوردسی بخدا سخت نخوردستم این است که من تنکای باید نسکه غاوس میپشیدم خیلی نگرفتی راستی تو نگرفتی tak اینا مرحمت 5 تا پک 50 سومون این نرخ نمون اگر من بود او در کار شوه من آخه ایو در کار مونم میشه اگر یکی در کار شد گفته این قدری سطیل تازه اخشا یعنی مشمان جزیر نشه بیا این قواد برزم کمک دیدی ما گفتم که در کار میشه بیا ما یاردمت میکنم بس ایم او نشب ما کمای به فکر ما که اووش آخه من میگم که الله تز در بگیره بعد کش بسیار تو فکری زمستانه کدستی اوه خیلی اقلان تیار میبود چی تیار میبود؟ این همی تیار میبود تیار ایو من را خودم تیار کدستم او دمی را میاره با فکرم که تیارن پروست وایو رنگ تو کهنه میدوزن خیلی تمامی قشبه که میکنم قشبه که خیر رفتیم کنیم امو یه تربک خشرو ببینیمش نمیچسب نمیچسبه دبارن دم وقت دیوال منوش نمیجوده اینم خیلی ما نمیشن من ایشه بی کلانتر که و کشه کمتر که دوی زود که وقت رفت ای دوستای من یخ کد آخی یا دیتر زیمیستان نمیکنم با فکر میکنم قاق میشوه این خسر کلانم آمد تی ایده بخشه وزمی نکدی چیه؟ خنک خوردستم ای بخدا پام را کشی تمام کردم اینم دو دوستام یخ کرد بپوشم دوستام خیلی تمام که من گفتم که خشرو در بگیره خب در بخش چهارم برنامه بانوی پرهنر همه بخش آسان که دخترو با نیم نفس این کار رو انجام میدادن در بخش چهارم با تیار کردن 2 تا پک بهایش رو 2 میمونیم و میگذاریم به بخش بچه اگه گفت ریزوت نکردم دستا منم خیلی خودم تیار کردم و من رفته ماندم مایلیش من دیلم برای تماشا بینام پورا که مرا 5 میمونن مایلیش در عرفیت میگوین که کج بشینی راست بگو اینا خودتون قضاوت کنین خطوانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم در بخش پنجمی برنامه خواستیم یک شرط بسیار جالب رو برای آسیابانو پیشنهاد کنیم آسیابانو تصور کنید که در خانه شما آب نیست و شما همه روزه از مسافه تقریبا 500 متر یا 1 کیلومتر به خانه خود آب میارید اینم من اینجا وای میکنم یاردم کنم یا خودت میگیری دریا میارم خب ای دریا رفتیم یا چند لیتره هن 20 به فکرم 20 لیتره
همین هست چلی خب و این قربایی دیگر نه سیریاسم بوش شکر پرده نه گفته استم بسی ما وزمینی بده ای بوش چی میبرم ته صاف زیغ نشه خوش خسری ما گبزه بیا نه که دپشم ماشین برنامه برای اسرار بگیم ابیزا تلنا بیا این چی رسونی نه که تا قما رای نمیکنم اربارم های نکنم اشتمانم شد خواه ما میکنه بای اوی بردگیم همه اوی داره خفت داخشلق آچراد مستی بله آچراد مستی همون ساعت که میایه بله میره 20 نفر هسته ایش میگه من نماز دادر کردم ایش میگه من اوقات دادر کردم یا بالا میکنی تو میگوی من اشتمانو میکشم میگوی بیا بریم جوشو نبرم منیم اکی مرا خراب کردن یا در روزا رایی کنه خوش عزیزان دل من برنامه بانوی پرهنر با اشتراک آسیا بود. من مطمئنم که شما در یگان برنامه آسیا رو اینقدر آزاد و صمیمی ندیده بودید، چون دیگر برنامه ها صحبت توقع بودند و این برنامه است که هنر، مهارت و متانت بانوان صحنه رو در فضای دهه میبینیم و میسنجیم. من در مجموع بسیار شاد شدم از اشتراک آسیا بانو، نه بس از اونه که خمیرش زوالش غوث بود، نه بس از اونه که در بخش چهارم 2 تاپه کرد. خوبی ها رو فراموش کردن در کار نیست. در بخش یکم بدون ترس با گاو حمله کرد و گاو رو جوشید. در بخش دوم هم به یگان نوز و شوی زیادتی پابل کرد. خوبم برنامه ما از کانال پیشصف با گروه ایجادی منظور شما میگردد. با آسیا بانو فتح و برار پروازی از اینم بلند ایجادی را آرزومندیم. امیدوار هستم که همکاری های ما بازم با آسیا نازنین رواج و رونق تازه میگیرد. تا برنامه های دیگر ما را همسفر باشد. خدا نگهبان همه شما. خیر. خطلانی بستانه قصه بدستانه دیدنت امری محاله آمدنت خواب خیاله میای زود بشستم دل و دل با تو بستم